طولانی ترین تونل ها حتی داخل سخت ترین سنگ ها به وسیله ماشین های TBM میتونه حفاری بشه. به طور کلی این ماشین از 3 قسمت اصلی تشکیل شده. تکیه‌گاه هایی که از طریق جک های هیدرولیکی مانع از حرکت ماشین به سمت عقب میشن، جک های هیدرولیکی جلو برنده و تنظیم کننده زاویه حفاری ماشین و یک صفحه برشی چرخان که از تعدادی دیسک برش با جنس سخت تشکیل شده. صفحه برش به وسیله موتورهای هیدرولیکی به چرخش در میاد و هر کدوم از دیسک های برش به خاطر سطح تماس کمشون روی سنگ فشار بالایی رو ایجاد میکنن که باعث ایجاد ترک‌هایی به شکل دایره‌های هم مرکز به همراه ترک‌های ریزی در بینشون روی سطح سنگ میشن و اینطوری سطح سنگ به قطعات ریز خرد میشه و سنگ‌های ریز شده از طریق حفره‌های صفحه برش به داخل صفحه برش منتقل میشن و به صورت پیوسته به وسیله یه نوار نقاله از تونل خارج میشن و این روند حفاری به صورت مرحله به مرحله تا انتهای حفر تونل ادامه پیدا میکنه.